بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران محترم، خواهرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی. شکر میکنیم به الله سبحانه و تعالی که ما و شما را فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درس از درس‌های عقیده توحید اشتراک بکنیم و چند لحظه ایمان خود قوی بسازیم. امروز در این درس ما و شما انشاءالله تعالی نامهای الله سبحانه و تعالی را که به صفات حیات و سمع و بصر الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه، اینا را میخوانیم. دوستای عزیز، منهج اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین کرام علیهم رحمت الله، اینا اسلوبشان و منهجشان این بود که وقتی درباره نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بحث میشد، مخلوق کاملا از ذهن خود دور میکردن. چون وقتی درباره خالق متعال صحبت میکنیم، نامها و صفات و افعال از او تعلق میگیره به ذات ذوالجلالی که دارای عظمت بزرگی هست و هیچ مشابهت صفات از او و افعال از او با مخلوقات نداره. اینال پسان وقتی که گروه های مبتدعه پیدا شدن، اینا تشبیهات شروع کردن. وقتی که درباره خالق متعال برشان، درباره صفات الله متعال برشان صحبت میشد، باز اینا در اینجا مخلوق در نظر خود می آوردن و صفات تشبیه می کردن. به این خاطر گروه های مختلف خطرناک مثل مشبهه و معطله و مجسمه و ممثله و اینا پیدا شدن که همه از اینا در گمراهی بودن. بهترین منهجمون منهج اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اونا سلف صالح ما و شما هستند که وقتی بر از اونا صفات الله بیان میشد، اونا میفهمیدن که صفات مربوط به الله هست، بناهن تشبیه با صفات مخلوق نمیشه. مخلوق کناره میگذاشتن و میگفتن آل فعلا بحث ما سر صفات الله هست و الله را با امو جلال و عظمتش بشناسیم. یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی نام الحی الله سبحانه و تعالی هست. الحی یعنی ذات و عظمتی که دارای حیات حقیقی دائمی و همیشگی هست. حیات الله سبحانه و تعالی که صفت از او هست و الحی که یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی هست، دلالت میکنه به چی؟ به ذات با عظمتی که او حیات حقیقی داره. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره آل عمران آیت 2: الله لا اله الا هو الحی القیوم. علامه طبری رحمه الله چی میگه؟ میگه الذی، یعنی الحی تفسیر میکنه و میگه که الذی له الحیات الدائمه، یعنی الحی او ذات با عظمت هست که حیات دائمی داره. والبقاء الذي لا اول له بحد ولا آخر له بامد، و او ذاتی که باقی هست همیشه، نه اولی داره به حساب حدی که ما و شما تعیین میکنیم، نه اولی داره و نه هم آخری که به حساب زمان و گپا آخری داشته باشه. پس او
زنده ابدی هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دعا میکرد، باز دعای خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. یا الله، تو ذات زنده حقیقی هستی که لا یموت و نمی میرد. والانس والجن، انسان ها و جن ها که هستن اینا میمرن، به حساب که ما انسان ها و دیگه مخلوقات مثل جن ها و اینا مخلوقاتی هستن که اینا فانی میشن و میمرن. پس زندگی ما زندگی موقتی، یک مدت کوتاه. چرا مرگ بالای ما میاد؟ اول نبودیم، پس زنده شدیم به قدرت الله سبحانه و تعالی، باز به قدرت الله سبحانه و تعالی میمیریم، از این دنیا قطع رابطه میکنیم، باز در جهان دیگه در عالم برزخ زنده میشیم و در روز بعث میشیم و او زندگی چی است؟ بعد از مرگ است. الله سبحانه و تعالی الحی است، دارای حیات کامل است که مستلزم تمامی صفات کمال است. علامه سعدی رحمه الله، این سعدی که مفسر قرآن هست، تفسیر داره علامه سعدی، این مفسر قرآن است و عرب است، نه او سعدی شاعری که اونا را ما و شما میشناسیم که او فارسی زبان بوده. علامه سعدی که مفسر قرآن است میگه که فالحی، یعنی صفت الحی الله را، نام الحی الله را تعریف میکنه و میگه من له الحیات الکاملة المستلزمة لجمیع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدره. یعنی میگه الحی که از اسماء الله هست، مربوط به ذات میشه که حیات کامل داره که مستلزم تمامی صفات ذاتی مثل سمع و بصر و علم و قدرت میشه. و عالم دیگه به نام آل سعدی هست، او میگه فالحی یتضمن جمیع صفات ذاتیه، یعنی الحی او ذاتی هست که دارای تمام صفات ذاتی هست که از سمع است و بصر است و وجه هست و ید هست و اینی صفات همه دارای همه از این صفات است. و علامه دکتر صلابی که درباره اسماء و صفات بحث میکنه، این میگه حی، یکی از معنای حی میگه ای است که حیات الله صفت ذاتی هست، برخلاف مخلوقات که حیاتشان مرهون لطف و فضل الله متعال است و معیشتشان مرهون بخشش و لطف و کرم او. پس الله سبحانه و تعالی متصف به صفت حیات است و حیات صفتی برای ذات پروردگار می باشه. این صفت ذاتی الله سبحانه و تعالی هست. و الحی به این معنا هم است که هیچگاه مرگ و زوال به او رخ نمیده. الله سبحانه و تعالی خودش با عظمت خود در کتاب خود می فرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت. میگه شما توکل بکنین به او ذات زنده حقیقی که لا یموت و نمیمره و سبح بحمده و به حمد از او شما تسبیح بگوین. الحی او ذاتی که برای مخلوقاتش حیات و زندگی میبخشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی شما ای مؤمنان اجابت بکنین به الله و رسول وقتی که شما را دعوت میکنه به چی؟ به چیزی که شما را زنده میسازه. ما را چی زنده میسازه؟ یعنی چیزی که ما را زنده میسازه او احکام الهی است. اگر الله سبحانه و تعالی کتابش نمیفرست ما در جهالت و بدبختی بودیم و انسانی که ایمان نداره و انسانی که با ایمان نیست این مثل یک مرده هست پیش الله.
هیچ زنده هیچ ارزش نداره. پس الله سبحانه و تعالی الحی است، یعنی ذاتی که برای دیگه مخلوقات با فرستادن کتابها و پیغمبرایش اینا را زندگی معنوی که یعنی و عبادت است، ایمان هست اینا برشان میبخشه. همچنان الحی و ذاتی که برای مخلوقاتش حیات و زندگی دنیوی و اخروی میده. برای ما در دنیا کی زندگی داده؟ الحی، ذاتی که زنده حقیقی است، برای ما هم زندگی داده. و در آخرت کی برای ما زندگی میده؟ او ذاتی که الحی هست، زنده حقیقی هست. بعد که ما بنده های عاجز و ناتوان مردیم و روح ما قبض شد، دوباره جسد ما را خلق میکنه و روح ما را در او داخل میکنه. در روز قیامت ما و شما دوباره به می شکلی که هستیم دوباره زنده میشیم و دوباره خلق میشیم. الله متعال در قرآن عظیم شان میگه کیف تکفرون بالله، این مردم شما چه قسم کافر میشین به الله و کنتم امواتا، در حالی که شما مرده ها بودین، و احیاکم، بعد الله سبحانه و تعالی شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، پس انسان ها را ما را کی زنده کرد؟ الله. ثم یمیتکم، باز ما را کی میمیرانه؟ باز میگه الله شما را میمیرانه. ثم یحییکم، باز زندگی دیگه براتان میده، شما را باز زنده میسازه. ثم الیه ترجعون، باز به طرف الله رجوع میکنین. یعنی زندگی آخرت است، رجوع به آخرت است و در دادگاه الهی برای قضاوت الهی که حکم بالای ما میکنه به او آماده میشیم. همچنان ذات است که پیغمبرانش را برای دعوت به زندگی حقیقی یعنی ایمان فرستاده است. مثل که ما و شما خواندیم که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیغمبرایش برای چی میفرسته؟ که برای ما و شما دعوت بکنه که تا ما و شما واقعا از از جهل که مساوی به مرگ است از اون نجات پیدا بکنیم. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی السمیع است. السمیع سبحانه و تعالی. السمیع نام او ذاتی هست که دارای صفت سمع و شنیدن هست. اما قسم سمع و شنیدنه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست، مثل سمع و شنیدن ما و شما نیست. او سمعش اما قسمی است که به جلال و عظمت از او شایسته هست. انه هو السمیع البصیر، یقینا که الله سمیع و بصیر هست. یکی از علما میگه که الله تعالی سمیع، یعنی لله تعالی سمع یلیق بعظمته و جلاله. میگه الله سبحانه و تعالی سمع داره، یعنی صفت شنیدن داره که لایق و شایسته هست به عظمت و جلالش. من غیر تحریف، اینه میگه تحریف هم باید نکنیم که تغییر بدیم، ولا تعطیل، اینه تعطیل هم نکنیم، مثل که بعضی از گروه هایی که اونا بدعتکار هستن نمیپذیرن، تعطیل میکنن، العیاذ بالله از سمع الله انکار میکنن. ولا تمثیل، میگه این تمثیل هم نمیکنیم، یعنی نمیگیم که مثل سمع مخلوقات است. نه، سمع هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست بدون تمثیل. ولا تکیف، یعنی کیفیتش هم ما نمیفهمیم، به خاطر که مربوط غیب است. وقتی که صفات مربوط غیب است، ما همه قدر میفهمیم که الله بر ما خبر داده که انه هو السمیع العلیم. از کیفیتش نمیفهمیم. یسمع، یعنی صفات است، میگه که یسمع به اقوال عباده، که اقوال بنده هایش را، و ما ینطق به خلقه، و هر چیزی که نطق میکنه مخلوقاتش، سواء عند الجهر او الخفوت، در هر حالت امو سخنای از اینا را و حرکات از اینا را
و صداهای از اینا را، کل از اینا را الله متعال میشنوه در هر حالتی که باشه. دیگه السمیع صداهای مخلوقاتش را با سمع احاطه به هر کمیت و کیفیتی که مخفی باشه، جهری باشه، در آسمان ها باشه، در زمین باشه، همه اونها را الله متعال احاطه کرده و کلش میشنوه و میدانه. الله سبحانه و تعالی میگه که قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. سوره انبیاء آیت 4. یعنی پیغمبر گفت که رب یعلم، رب من میدانه که قول سخن را فی السماء در آسمان کسی سخن گفته باشه مثل ملائکه، و الارض در زمین کسی گفته باشه انسان ها و جن ها و دیگه مخلوقات، و هو السمیع العلیم، و او ذات است که سمیع و علیم است. علامه ابن منظور میگه که لا یعزب عن ادراکه مسموع و ان خفیه. میگه السمیع یعنی ذاتی هست که از درک از او هیچ چیز شنیدنی چی نمیمانه؟ مخفی نمیمانه، پت نمیمانه. و این خفیه اگرچه بسیار صدای از او چی باشه؟ بسیار پخش باشه که ما و شما او را شنیدن نتانیم. علامه ناصر جلیل چی میگه؟ میگه السمیع الذی یسمع جمیع الاصوات باختلاف اللغات. میگه السمیع او ذات است که تمام اصوات با اختلاف زبانها علی تفنن الحالات در حالات مختلف همه اونا را میشنوه. فالسر عنده علانیه، چیزی که میگه برای ما و شما سری هست و مخفی هست برای الله علانیه و آشکار است. والبعید عنده قریب، و چیزی که بسیار دور است به قدرت الله سبحانه و تعالی او برای الله نزدیک است و از همش باخبر است. السمیع ذاتی که سخنان خاموشانه قلبها را میشنود. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. میگه شما عبادت میکنین بغیر از الله، او کسایی را عبادت میکنین که بر شما نه فایده میرسانن نه نفع رسانده میتونه. صاحب تفسیر روح البیان میگه السمیع الذي يسمع نجوى القلوب. وقتی که الله متعال میگفته که والله هو السمیع العلیم، یعنی السمیع او ذاتی که حتی امو اقوال بسیار مخفی قلب انسانه میفهمه. ما شما که کسی شدیم در قلبش چی میگذاره نمیفهمیم، الله متعال میفهمه. ببینید وقتی انسان نامهای الله را و صفات الله را میشناسه، ذات الله سبحانه و تعالی را خوب میشناسه و به این بر انسان یقین حاصل میشه. العلم والیقین والاخلاص والانقیاد فدر ما اقول. العلم والیقین والقبول، ای چی هست؟ العلم و یقین و قبول ایره ما شما قبلا خواندیم اگر یادتان نرفته باشه. ای چی هست؟ شروط لا اله الا الله هست. این حال امی شروط لا اله الا الله چی هست؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه احبك الذي وفقك الذي لما احبه. پس اینجا 7 چی شد؟ 7 شرط شد از شروط لا اله الا الله: علم والیقین و قبول و انقیاد و تسلیمی 4، و صدق 5، و اخلاص 6، و محبت 7. این 7. آل امی علم از کجا حاصل میشه؟ وقتی که ما و شما نامهای الله را میخوانیم، ببینید که روز به روز علم ما به نامها و صفات الله سبحانه و تعالی بیشتر میشه. علم است. و بعد از علم وقتی که این نامهای الله را میخوانیم، یقین برای ما و شما حاصل میشه.
و وقتی که یقین حاصل شد برای ما و شما اخلاص حاصل میشه. وقتی که نام های الله را میخوانیم، کل شروط لا اله الا الله با این نام ها برای ما و شما پیدا میشه. باز وقت انقیاد می داشته باشیم، باز وقت چی می داشته باشیم، اخلاص می داشته باشیم، محبت برای ما حاصل میشه. وقتی فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی ذات سمیع هست که دعای بنده را در حالات عادی و سختی میشنوه. چی ذات با عظمت است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ابراهیم علیه السلام دیوالای خانه کعبه را وقتی که بالا میکرد، باز اینجا دعا میکرد. ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، پدر و پسر، دیوالای کعبه را بالا میکردن و میگفتن که ربنا تقبل منا، دعا میکردن که یا الله قبول کو بر ما، انک انت السمیع العلیم، تو سمیع هستی، یعنی بسیار ذات با عظمتی هستی که میشنوی دعاهای ما را و اجابت میکنیم. همچنان از سمیع به معنایی هست که برای شنیدن ذکر، دعا، استغاثه و بلند نمودن صوت نیاز نداره. یعنی انسانی که عقیده یقین قوی داشته باشه، این نام الله را بشناسه، میفهمه که الله السمیع هست. از امو ضربات بسیار مخفی قلب که ما و شما او را نمیفهمیم، الله متعال از همه یزو با خبر است. حالا وقت ما و شما تسبیح میگیم یا استغاثه میکنیم یا دعا میکنیم یا مثلا به الله عاجزی خدا بیان میکنیم، آیا ضرورت داره که جیغ بزنیم؟ ضرورت نداره. چرا؟ الله البصیر است. مجرده که در قلب ما خطور میکنه میفهمه. وقتی با زبان میگیم میفهمه. به هر حالتی که انسان چیز میخواه میگیم. از این خاطر در صحیح البخاری امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه. ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه ما صحابه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم. فكنا اذا اشرفنا على واد حللنا و کبرنا. میگه وقتی که ما به یک وادی بالا میشدیم دیگه چی میگفتیم؟ میگه یا به یک وادی میرسیدیم. وادی چی را میگن؟ وادی یعنی ما شما قول میگیم این طرف هم یک تپه و بلندی و کوه هستی، طرف هم هست، در وسط زیر وادی میگه. میگه وقتی که ما به یک وادی میرسیدیم باز چی میگفتیم؟ میگفتیم لا اله الا الله، الله اکبر، بلند میگفتیم. و کبرنا ارتفعت اصواتنا، میگه صدای ما بلند شد، بلند گفتیم. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، آل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو علم هم داره، یقین هم داره، قبول هم داره و اخلاص هم داره و محبت و انقیاد، کلش رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الله از پیش از ساخته، چون رسول الله هست که از دقایق امور میفهمه. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، برش وحی میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یا ایها الناس، یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم. بعضی ها میگن که اربعوا علی انفسکم، اینال اربع یربعو خب باید اربعو شوه والله اعلم. اینال اربعوا علی انفسکم ای ارحموا علی انفسکم، یعنی شما اگر این ربع یربعو شوه باز اربعو میشه، ربع یربعو. خب پس اینجا اربعو یعنی فعل امر است. اربعو علی انفسکم، شما رحم بکنین بالای نفس هایتان. کی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه میگه فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، شما خود صدا نمیکنین، دعا نمیکنین، طلب نمیکنین
العیاذ بالله کسی را که او کر باشه یا غائب باشه، شما خود ذاتی که سمیع العلیم است، انه معکم انه سمیع قریب، شما خود ذات با عظمتی که سمیع هست و قریب هست. یعنی سمیع هست، اتو سمعی داره الله سبحانه و تعالی که حتی امور لفظتان نگفته باشین در قلبتان نام باشه الله میدن. دیگه چرا چیخ میزنین صدای بلند میگین؟ آهسته آهسته ذکرتان بکنین، بگوین که لا اله الا الله والله اکبر. انه سمیع قریب تبارک اسمه و تعالی جده، تبارک اسمه و تعالی جده، نامش بسیار با برکت است و مجد و عزت و عظمتش بسیار عالی هست. این حدیث صحیح البخاری هست. این حدیث صحیح البخاری هست. این از این حدیث ما و شما چی درس میگیریم؟ درس میگیریم که خالق متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه که ذات با عظمت سمیع قریب هست. او ذاتی که نیاز نداره که ما در اذکار خود صدای خدا بلند بکنیم و چیغ بزنیم. در جایی که الله متعال برای ما و شما مثلا اجازه داده که صدای بلند بگوییم، مثلا بعضی از اذکار است، خصوصا تلبیه در حج، اینجا کل حاجی رو با صدای کمی بلندتر میگن، اما تو که چیغ بزنی مثلا در بعضی جایا نیاز نیست، به خاطر از اینکه الله متعال اذکار ما را میشنوه. مثلا اذکار صبح شام وقتی که یک انسان میکنه پیش خود میشینه، مثلا میگه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ذات با عظمت است که سخنان بسیار خاموشانه را میشنوه. مادر ما و شما، مادر من و مادر شما و مادر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر تمام مسلمان های حقیقی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست که به اساس نص قرآن مادر ما و شما هست رضی الله عنها، الله از پیش از راضی باشه. این میگه تبارک الذی وسع سمعه الاصوات، میگه بسیار با برکت است او ذاتی که سمعش، این صفتش تمام اصوات چی کرده؟ واسع شده، یعنی تمام رازی را در بر گرفته. میگه لقد جاءت المجادله تشتکی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه اما خانمی که مجادله میکرد درباره شوهر خود بیبی خوله، این میگه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا فی جانب الحجره، میگه این خانم به رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت خود بیان میکرد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه این خانم به رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت خود بیان میکرد در قسمت شوهرش. و انا فی جانب الحجره، ماده یک دانه دیگه اتاق هستم، او در اونجا ششتکت رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت خود بیان میکنه و ماده این طرف در حجره در کنج دیگه هستم. و انه لیخفى علی بعض کلامها، میگه بعضی از سخنایی برای من مخفی، من نمیفهمم که چی میگفت. یعنی و رسول الله صلی الله علیه و میگفت بعضی سخنای از این میگه من نمیفهمیدم که خانم چی مشکل داره و سر چی بحث میکنه. میگه او ذات با عظمتی که صدای از اینا را در کجا شدید؟ الله متعال از عرش خود صدای از این میشنوه. فانزل الله سبحانه و تعالی یا آیت قرآن نازل میکنه که قد سمع الله قول التي تجادلك فی زوجها. سبحان الله، چقدر این مادر ما و شما دقیق صفت سمیع الله را بیان میکنه. یعنی حالت عملی خدا میگه که این خانم آمد و امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم مجادله میکرد درباره شوهر خود. من نمیفهمیدم که در این کنج اتاق شیشته بودم، درست صدایش نمیفهمیدم که چی میگه. میفهمیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالی داره یکی داره، اما موضوع را میگه من نمیفهمیدم، صدایش گپایش نمیشنیدم درست، در حالی که در این کنج اتاق شدم. لکن خالق متعال که سمیع هست، سمعی که به جلال و عظمت شایسته هست، از عرش خود صدای ازیر میشنوه و الله سبحانه و تعالی میگه که قد سمع الله،
شما آغاز سپاره 28 سوره مجادله را ببینین. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحان الله. الله شد اسجرا الله سمیع بصیر هست. خب دیگه الله سبحانه و تعالی السمیع هست، یعنی مالک گوش ها و چشم هاست و در آنها تصرف میکنه و بر ازوا مسئولیت میده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله میگه الله شما را از بطنهای مادرانتان خارج نمود. لا تعلمون شيئا، شما هیچ چیز نمیفهمید. یک طفلکی که نو تولد میشه چی نمیفهمه؟ هیچ چیز نمیفهمه. و جعل و الله بر شما گردانید لکم بر شما السمع شنوایی را والابصار و بینایی را والافئده و قلبها را لعلکم تشکرون، تا که شما شکر بکنید. یعنی وقتی میبینیم الحمدلله شکر بکنیم که الله متعال نعمت بر ما داده. وقتی میشنویم الحمدلله شکر بکنیم بر نعمت الله که بر ما داده و قلب بر ما داده. اگر امی سمع و بصر و قلب نمی بود، ما و شما هیچ یک جاهل دیوانه که هیچ ارزش نداشتیم. شاید سرکا حتی همون لباس پوشیدن هم یاد نمی داشتیم. این کل نعمت ها از جانب کی است؟ از جانب الله هست که یا سبب شدن امی گوش و چشم و قلب و فکر و دماغ یا کلشان سبب چی شدن؟ سبب شدن که ما و شما چیز را یاد بگیریم. وقتی که یک نفر عالم میشه و دانشمند میشه، شکر بکنه به الله متعال که الله متعال اسبابش بر ما داده هست. الله السمیع هست، برای بنده هایش آثار قدرتش نشان میده و به آنان میشنواند تا به حق برسند. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. الله متعال میگه که پاک است و با عظمت است او ذاتی که در شب برد بنده خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام بردش به کجا؟ به مسجد الاقصی در فلسطین. فاصله بین مکه مکرمه و بین بیت المقدس در فلسطین چقدر است؟ بسیار زیاد است. و خود طیاره نبود، حالا اگر کسی در طیاره میره و رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال در او وقت انتقال میده به قدرت و عظمت خیش. الذی بارکنا حوله، همین جایی که در اطراف از الله میگه ما برکت دادیم. خب لنریه من آیاتنا، تا که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات و دلایل قدرت خدا نشان بدیم. ذات با عظمتی که نیازی به طیاره های انسان ها و راکت های انسان ها و وسایل انسانی نداره. وقتی بخواه یک مخلوق از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال بده، با قدرت عظمت خود اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون انه هو السمیع البصیر. الله متعال سمیع و بصیر است، قدرت و عظمت خدا نشان داد. سوم از نامهای الله سبحانه و تعالی یک نامش البصیر هست. انه هو السمیع البصیر، یعنی ذاتی که دارای صفت دیدن هست، صفتی که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست و با مخلوقات تشبیه نمیشه. مخلوق او طرف پرتین وقتی که صفات الله را بیان میکنین. پس اینجا الله سبحانه و تعالی بصیر هست، میبینه، بینش که به جلال و عظمت الله شایسته هست. این صفتش هم مربوط غیب است، ما کیفیتش نمیفهمیم و تحریف نمیکنیم و تعویلش نمیکنیم. متوجه هستیم؟ و تمثیل هم نمیکنیم، مثل ممثله که با صفات مخلوق تمثیل بکنیم. او معطله کسایی که در قلب خود تمثیل میکنن، باز به خاطر که از تمثیل فرار کنن، از تشبیه فرار کنن، باز را تعطیل میکنن و تعویل میکنن. این کار هم نمیکنیم، بلکه میگیم الله متعال ما را خبر داده که سمیع و بصیر است.
همو قسم سمع و بصری که به جلال و عظمت شایسته هست و مربوط غیب است و ما کیفیتش نمیفهمیم. الله البصیر است، یعنی تمامی دیدنی ها را با هر کمیت و کیفیت مخفی باشه یا آشکار باشه میبینه. چرا الله سمیع و بصیر است. هر چیزی که دیدنی هست با هر کمیت است، بزرگ است بسیار یا بسیار کوچک است، و یا چی هسته؟ مخفی هست یا آشکار است، اما اونا را الله متعال میبینه. السمیع البصیر ذاتی هست که مالک گوش ها و چشم هاست و در اونا تصرف میکنه و برش مسئولیت میده. الله متعال میگه و جعلکم السمع والابصار والافئده. الله ذاتی هست که برای شما سمع و بصر یعنی قوی شنوایی و بینایی برای شما داده و الافئده و قلب ها را لعلکم تشکرون. برای بنده هایش البصیر ذاتی هست که برای بنده هایش آثار قدرتش نشان میده. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. و این چنین الله متعال میگه ما نشان دادیم برای ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین، یعنی ملک بزرگ آسمان ها و زمین برای ابراهیم علیه السلام نشان بدیم، ولیکون نشان دادیم ولیکون من الموقنین، تا که ابراهیم علیه السلام از جمله کسایی باشه که یقین داشته باشه. یعنی نشان میده البته ما و شما چقدر آثار قدرت الله را ما و شما میبینیم تا که ما یقین داشته باشیم. امی اعضای بدن ما، امی یک چشمتان شما در نظرتان بگیرین چرا در ایجای هست بازی، چرا آب ترش آب شور داره و چرا در چقوری هست و چرا 24 ساعت در آب جریان است. کدام ذات با عظمت ای بصارت برای ما و شما داده و ما و شما هر آثار قدرت الله را در تمام مخلوقات میبینیم. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها، کهکشانها، ثابت و سیارها. در کل از اینا چی هست؟ دلایل قدرت الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی البصیر هست، افعال، احوال و عبادت مؤمنین میبینه و با اساس ازی برشان پاداش میده. ما و شما که هر عملی را میکنیم تمام ازی را الله میبینه. امیال وقتی که ما و شما جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی را یاد میکنیم و نامهایش بیان میکنیم، الله متعال ما و شما را میبینه. الله متعال میگه الذی یراک حین تقوم. الله او ذات هست که تو را میبینه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ای شخص مؤمنه که تو قرآن میخونی، حین تقوم وقتی که برمیخیزی، و تقلبک فی الساجدین در بین سجده کنندگان وقتی تو حرکت میکنی، یعنی وقتی نصف شب میخیزی در تهجد، حتی کسی که در اتاق خواب است تو را نمیبینه، در خواب است یا در اتاق دیگه هست خبر نداره، لکن الله متعال تو را میبینه. و تقلبک فی الساجدین، چرا؟ انه هو السمیع العلیم، چرا که الله ذات سمیع و علیم هست و بصیر هست. افعال مشرکان و مرتدین را که از دین، افعال مشرکان مرتدان را که از دین برگشته هست، اینا را دیده و کنترل میکنه. والله بصیر بما یعملون، الله بصیر است به هر چیزی که اونا عمل میکنن. یک مثقال ذره از اعمال خیر شر از بندگانش این باز در روز قیامت برشان نشان میده، برای بنده های خود نشان میده. مثقال ذره عملی که انسان کرده باشه این در روز قیامت برش نشان میده و مطابق از او عادلانه این محاسبه و قضاوت و محاکمه میکنه. الله سبحانه و تعالی میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. میگه اگر کسی عمل بکنه به اندازه مثقال ذره. مثقال ذره چقدر است؟ یک وقت ما یک استاد داشتیم و گفتیم مثقال ذره ای است که یک وقتی که خانم ها اتاق جارو میکنن یگان وقت خود جاروی دستکی بود، نه و وقتی که ما بودیم خود مال خودی جاروی چیز برآمده الکترونیکی،
ترازو وقتی که جارو میکرد باز میگه شما سعی کنید روشنی هفته هم تیگان دانگک ها معلوم میشه، مبارک اما خاک که از زمین بر چیز شدن روشنی هفته یک خطک معلوم میشه. اینمی میدگی ها میگه مثقال ذره هست. الله متعال میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر کسی به این اندازه کوچک، یعنی 1/1000 یک حجره، حالا که ما شما از دیدگاه تکنولوژی بگوییم 1/1000 یک حجره اگر عمل نیک میکنه، این میگه در روز قیامت امی شخص میبینه. و من یعمل مثقال ذره شر یره. اگر به اندازه امی مثقال 1/1000 یک حجره اگر عمل شر میکنه میبینه. با شما بگوییم میبینه چه قسم عمل خود در روز آخرت. امروز وقتی که کامره های سکیوریتی در هر جای است، وقتی یک نفر در یک جای باشه کامره باشه درش نشان میده که مثلا یک کسی 1 قرن پیش هیتلر مثلا جنگ کردن، همیال هم بعضی از فیلم های از امو وقت از تصاویرش هست. متوجه هست؟ این خوب از بشر است. امروز ما و شما در تمام سرک ها و بازار ها میبینیم که یک نفر تکر میکنه کشی. خب وقتی قدرت مخلوق داره، حال بر ما و شما آسان است که الله متعال تمام اعمال ما و شما را یه ذخیره نگاه میکنه در روز قیامت بر ما نشان میده. نگفته که اینجا گفته یرهو را میبینه، یعنی به چشم خود و عملت میبینیم که باز انکار نمیشم. امام مسلم میگه که عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه الله ذات با عظمت است که لا ينظر ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. الله نظر نمیکنه به طرف چهره ها و مالتان که تو چه قسم چهره تا سیاه پوست هستی، سفید پوست هستی، مقبول هستی، بدرنگ هستی، یا مالت که پیسه داری یا نداری. ولکن ينظر، لكن الله نظر میکنه به چی؟ الى قلوبكم و اعمالكم، به قلب هایتان و اعمالتان. الله میبینه که در قلب تو چی هست. آیا قلب یقین، علم، یقین، اخلاص، محبت، صدق از در قلب؟ سبحان الله. و اعمالت، آیا اعمالت صادقانه هست؟ با محبت الله بر رضای عبادت میکنی؟ اخلاص داری؟ انقیاد تسلیمی داری؟ ای ذات چه؟ ذات با عظمتی که البصیر است. دیگه از جمله نام های الله سبحانه و تعالی الوارث است. الوارث یعنی ذات با عظمتی که صفت ارث یا باقی ماندن هست. یعنی الله متعال و این میگه و انا لنحیی و نمیت. الله میگه ما زنده میکنیم و میمیرانیم. وقتی کل مخلوقات از بین بره و نحن الوارثون، وارث زمین، وارث تمامی چیزا کی میمانه؟ الله متعال میمانه. میگه دکتر رضوانی میگه که الوارث سبحانه و تعالی هو الباقی بعد فناء الخلق. الوارث میگه نام الوارث الله چی مانه؟ یعنی باقی هست بعد از فنا شدن مخلوقات. مخلوقات از بین میره، الله باقی هست. او الوارث لجمیع الاشیاء بعد فناء اهلها. وارث تمامی چیز هست بعد از اینکه اهلش کلگی از بین بره. تمام مخلوقات از بین میره، کلگی از بین میره، تمام چیزی که هست میمانه. وارثش کی است؟ الله متعال هست. الله باقی است. برای هیچ کس مالکیت و نه هم سبب میماند بغیر از الله. عالم دیگه چی میگه؟ ابو مظفر شافعی میگه و معنی الارث هو انه لا یبقى لاحد ملک ولا سبب سوى الله. میگه برای هیچ کس نه مالکیت میمانه و نه کدام وسیله و سبب میمانه بغیر از الله. کل مالکیت و همه چیز برای الله میمانه، برای مخلوق هیچ چیز نمیمانه. از این خاطر الله الوارث است. الله الوارث است چرا که کل من علیها فان. تمام آنچه که برای زمین هست یا چی میشن؟ اینا کلشان فانی میشن. در همین مخلوقاتی که در دنیا هستن فانی میشه. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و میمانه ذات الله سبحانه و تعالی که صاحب جلال و اکرام است. اینجا وجه یعنی لفظ جز، اینجا وجه به معنای چی میشه که یعنی الله سبحانه و تعالی باقی میمانه و دیگه تمام مخلوقات چی میشن؟ از بین میرن.
زمین انا نحن نرث الارض و من علیها، الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود وارث زمین و هر چیزی که است و الینا یرجعون و به سوی ما رجوع میکنن. و علامه ابن کثیر رحمه الله میگه بل هو الوارث لجمیع خلقه، میگه او وارث تمام مخلوقاتش است. الباقی بعدهم، بعد از اینا باقی هست. الحاکم فیهم، حکم کننده در اینا هست. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفس ظلم نمیشه. ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذره، یعنی بالای کسی ظلم نمیشه به اندازه یک جناح بعوضه، یعنی یک بالک پشه، و یا به اندازه یک مثقال ذره بالای کسی ظلم نمیشه. از این خاطر این صفت الله سبحانه و تعالی چه؟ صفت الوارث الله سبحانه و تعالی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.